دیدن بکنیم که در نمی کوچه و نمی بخش موقعیت داره. بریم داخل دوستان عزیز، همون واقعیت بگویم. ما بار اولم از که از این کوچه میرم دوستان عزیز. سال این کوچه نامدیم یا راه هم نشده، از پهلوش هزارها بار شاید گذشته باشم اما تا نامدیم. طرفم دوستان عزیز قالین و همه چیزاست و چقدر چیزهای انتیک و زیبا هست دوستان عزیز. در این بخشین قالین های افغانی بسیاری ها پرسان میکنن، جام ها، هر چیزی که بگوین دوستان عزیز اصلش در همین چیزهای قدیمی رو بینین دوستان. در ضمن دوستان عزیز از آن خلاش اینی مسجد شاب بوجان است. مسجد شاب بوجان، مسجد جامع خواجه عبدالله انصاری مشهور به شاب بوجان. این طرف دوستان عزیز چیزهای قدیمی. سلام دوستان عزیز، انشالله که خوب و سرمند باشین و زندگیتان با خوبی و خوشی سپری شود. دوستان نهایت گرامی و عزیز، طبق وعده‌ای که براتان داده بودم امروز قرار است بریم از کوچه شاب بوجان یا بیبی حلیمه دیدن بکنیم که در نمی کوچه و نمی بخش موقعیت داره. بریم داخل دوستان عزیز، همون واقعیت بگویم. ما بار اولم از که از این کوچه میرم دوستان عزیز. سال این کوچه نامدیم یا راه هم نشده، از پهلوش هزارها بار شاید گذشته باشم اما تا نامدیم. طرفم دوستان عزیز چیزهای قدیمی شهر کابل است که در تصویر میبینین، بیننده هستین. بریم این طرفتر ببینین چیزهای قدیمی شهر کابل است که زیادتر دوستان عزیز قالین و همه چیزاست و چقدر چیزهای انتیک و زیبا هست دوستان عزیز. در این بخشین قالین های افغانی بسیاری ها پرسان میکنن، جام ها، هر چیزی که بگوین دوستان عزیز اصلش در همین کوچه پیدا میشه. لباس های افغانی سابقه و جدید. بیادره که ما زمزمه داشت، هم تو سوشوق. این دوستان عزیز خود فرش ها و چیزهای قدیمی و نو دوزی و ماشین دوزی هست. ببینید اینجا چقدر چیزهای زیبا هست دوستان. چیزهای سابقه، چیزهای عالی. واه دوستان عزیز، آدم که در جای میه همون یک رقم تازه میشه، زنده میشه آدم. دیگه براتون واقعیت میگم، آدم تو زنده میشه در این بخش شهر کابل که میایه. گالری ببینین دوستان، گالری افغانی هست. بسیار دوست دارم از این تصویر دوستان عزیز در اتاق خود داشته باشم. همون نفهمیدم که در کجا فروخته میشه. چندین جای دیده بودم اما دینا نبود. در کارچه 4 یک جای بود. اینم روز اینجا پیداشون کردم و بیایم یگان چیز اینجا خریداری بکنم. و دوستان که از خارج میایین به افغانستان، خصوصا کسایی که بعد از وقتا میایین، حتما از کوچه شاب بوجان دیدن کنین. اینیا دوستان عزیز خانه های قدیمی شهر نو هستن که در اوایل. سلام. خوب دوستان عزیز، اما تو سلو به پیش بریم که ببینیم دیگه کوچه دیگه چی هست و چی نی و چی پیدا میشه. دیگر هم یا عصر هم با وقت کابل آزان داد. دوستان عزیز پیش بریم. این طرف و قدر چیز نیست، کوشش کنیم که از یک کوچه برایم بیرون در سرک عمومی انصاری. دیگه اینجا فکر نکنم چیز اضافه داشته باشه جز این خانه های شهر نواز که اینجا ترش دوستان عزیز
دفاتر باشه. خانه نیست، دفاتر است. بیام تو که با پیش بریم دوستان عزیز. سلو این خانه رو ببینید چه قدیمی دوستان عزیز. چه خانه که خیلی زیبای مقبوله. ببینید یک دکانک هم هست، چیزای قدیمی میفروشه. چقدر زیباست دوستان عزیز. این کابل چه چیزایی داره واقعا. آدم از زیر نظرشو هنوز آمده و ندیده. اما دوستان عزیز میره باور کنیم تمام شهر نو، تمامش به اندازه همین کوچه شابو جان و کوچه انتیک فروشی نیست. آزانم از دوستان عزیز من کوشش میکنم قدر حرف نزنم، اما هر وقت که آمدین از این دو کوچه دیدن داشته باشیم. چیزای قدیمی رو ببینین دوستان. در ضمن دوستان عزیز از آن خلاص اینی مسجد شابو جان است. مسجد شابو جان، مسجد جامع خواجه عبدالله انصاری مشهور به شابو جان. این طرف دوستان عزیز چیزهای قدیمی. آدم دوستان عزیز وقتی به این کوچه میایم همون احساس افغان بودنش، همون احساس افغانیتش کلا گل میکنه. آدم فکر میکنه که بیخی در یک جای آمده و زندگی دیگر رو تجربه میکنم. حس و حال قدیمی و هوای افغانستان اصیل به سر آدم میزنه. با دیدن به دوستان عزیز دوباره کابل مدرن میشه و دوباره همون دکانای لباس و جوس و مچون خوراک و بدلون و خلوص و چیز هست دیگه. از چیز همون چی میگن خلاص شدیم از چیزهای قدیمی. کوچه امتیان شهر نو دوستان عزیز جاده ملک فهد. بریم دور بخوریم در رفه چهارراهی انصاری شهر کابل. کابل دوستان عزیز کلا افغانستان جز از قلب ما، جز از وجود ماست. ما زاده همین خاک هستیم و بر از این که هر چی باشه، چی جنگ زده باشه، چی خراب و چی خوب، افتخار میکنیم. کاکا جان ببینین که همراه همسرشان در جاده های شهر نو کابل قدم میزدن و مطمئنا از قصه های قدیمی شهر کابل هم خبر دارن. خب دوستان نهایت گرامی و عزیز، در هوای قدیم بودن هم قدر بس است دیگه. باشه به ویدیوهای بعدی انشالله که از ویدیو خوشتان آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال هم همچنان سابسکرایب کنین که همچون ویدیو از دستتان نره. تا ویدیو بعدی همه ایتان به الله متعال پاک و بینیاز می سپارم. روز و روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه ایتان.